سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، امروز آمدیم به ولسوالی اوبه، یعنی چشمی اوبه. ما داخل چشمی اوبه هستیم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. دوستای نازنین، برنامه فراموش نکنیم. برنامه ادامه داره. می‌بینید که سعی کنیم جوانا برادرایی که اینجا به میله آمدم چی خود خوبی آوردم، غذایی که پخته میکنم چیه، عنعنات قدیم رسم و رواج بین نبردم یا خیر. همراه ما باش. لالا مونده نباشین. زنده باشین. ساعت شما خوبه؟ الحمدلله. اسم شریف شما؟ عبدالغنی. خب ایتا کجا خود از این تفلک میرین؟ خود از این تفلک میخوایم بریم چشمه بالا بریم. خود چشمی اوبه تو همینه با شما؟ بله چشمه شفا. او بالا چشمی شفایه؟ بله. خب این تلفه بزی هفته بیاوردیم مریض نمیشه؟ نه انشالله بلکه مریض نشه بلکه شفا بیافته. تنها آمدیم؟ من اجی بابا من خود ما همراهم. بسیار خوب. خودی اجی بابا؟ بله. خب از کجا هستیم شما؟ از ولسوالی اوبی، از خود بازار اوبی. بازار اوبیم. بله. خب حساب هفته چند روز اینجا به میله میاییم؟ هفته یک بار دو بار میاییم. روزا جمعه؟ بله روزا جمعه. بسیار خوب. خوب آب و هوایی داره دیگه؟ خوب آب و هوایی داره. بله. خب چی گپ بزنیم؟ خود خوردنی آوردیم؟ خوردنی وسایل بچه‌ها آوردن دیگه، ما برات نمیریم. دیگه اینا وارد کنن. پس فامیلی آمده؟ بله فامیلی. خب بسیار خوب. اونجا خود داخل کوه و سنگا اینا جا شیشتن هم هست؟ بله جا شیشتن هستن. بله. خب چشمی شفا یعنی مثلا بعضا دوستا که یک مشکلی دارم چی مثلا؟ واسه دعا و دمش اینا خوبه. خوبه. بله. خب همیشه میاییم شما؟ بله همیشه میاییم. بسیار خوب. جا برابریه؟ بله بسیار جا برابر. خب بسیار خوب. اگر چاش تا خودی ما میریم، ما اینجا خود ما به میله آمدیم. زنده باشیم، خیر بینیم، شما بفرمایید خود ما بریم. تیار خوشحال باشیم، زنده باشیم. سلامت باشیم. اینا برارک شما نه؟ اینا بیسا پسر منه. ماشاءالله خدا ببخشونه. فرزند اوله؟ بله فرزند اوله. دیگه نداریم ما؟ دیگه نداریم نه. خب چند سال میشه عروسی کردین؟ 2 سال میشه عروسی کردیم. 2 سال. بله. قبل بزنین خسور خوشی شما فامیلای هم یا بیگانه هم؟ بیگانه. خب چند شما پول گرفتن؟ 6 لک روپیه. بابا ایلا 6 لک به چند سال پیدا کردین؟ 6 لک روپیه به 7-8 سال. 7-8 سال؟ بله. به نظر شما ظلم نیه؟ اشته ظلم نیه و افغانستان همه جا میتونه ظلمه. خب به ایران رفتیم این پول کار کردیم؟ نه اینجا برادرای نام خود کمک کردن. خب ایت زمین کسب کار چیزی هم دارین؟ یعنی داخل بازار یک شهر شورنخوتی دارم. ویلا. خب شورنخوت الان که میفروشیم میان شما اینجا میله مصرف میکنین؟ بله چیکار کنین دیگه؟ زندگی هم گرم میتونه. راست میگن. روز چند کیلو میفروشین؟ روزی 2 من میفروشیم. 2 من خشک؟ بله. خب خوبه دیگه بسیار خوب. ان شاء الله خوبه. نخوتا با کیفیت دارین؟ بله. اگه ما صرفتاش شیم یک پخشا میدیم مفته. در خدمته. تشکر از شما. سلامت باشیم. وقت شما نمیگیرم برای اینکه تفلک هم به هفته. خب بریم خداحافظ. بخیر باشیم، سفر خوش داشته باشیم. خداحافظ. دوستای نازنین همراه ما باشیم، برنامه ادامه داره. ماما جان مونده نباشین. سلامت باشیم. چیکار داریم؟ الحمدلله. سلامت باشیم. ماما جان از کجا آمدین؟ از اوبی. خب کجا بخیر میره؟ میریم به چشمی بالا. خب شما که پیرمرد شدیم میتونیم از این کو بالا شیم؟ ما ان شاء الله از هر دو جوانی جراته. ماشاءالله. سن وقتی بود که سن ما 73 74. خب وقتی بود که از این کوم هیزم میبودم. از این کوم به کفت هیزم بیاردم به تیم چشمه. خب شما میقدر را به طعم سنگا و دمی دشت و کو به میافته و سرخ داخل خود بازار مثلا جا تفریجا نداره؟ نه اینجا با دیگه میله جایه، دیگه تفریح جایه. خب که بزنین که مادر بچه ها رو هم بیاوردین؟ مادر بچه ها از ما جلوتر، اونا که زنکا حال جلوه. اگه خاطر از نبودیم من نمیمون. راست میگه ماما جان. اجازه بگرفتم از شما؟ ها تو بگفتم که ما میریم به چشمه. دخترای بود، دومادی بود، بچه‌ای بود. نه اما هدف هم همین طرف شمونه.
دیگه. چرا طرف شما می دست شما نگرفت مثلا از این جگا خود شما کمک یک دم اون مسلمان به زمین میخورد یک دم شما به زمین نه ایتا بود که اونا وقت آمدم. خب اونا وقت آمدم باز به سرا بودم. با تایی بچم پیدا شد بیامد، یعنی یه به بازار بود از کار خود لک کرد بیامد باید مرم به سکل سوار کرد. اونا به سکل آمدن، دو کش سکل بیامدم، دو سکل بود، 3 سکل. اونا بیادم فامیلی خیلی بودم دیگه. چقدر چند فیصد آدم به این مسیر که میایه لذت میبره از این؟ خیلی روایت آدم به اندازه تازه میشه که فقط من خیال میکنم که 9-14 شدم. راست میگه، واقعا لذت داره. جا شما بینندای عزیز بسیار خالیه. اینجا چشمی اوگرم اوبیه، چشمی اوبر که حتما شنیدیم، تمام دنیا معروفه. ماما جان ایر بگیم که چند ساله بودیم که یاد میدیم که شما به می چشمه به میله می آمده؟ من تقریبا از 7 سالگی که میفهمیدم که مثلا 7 ساله هوشیاره دیگه. ما از جلو که خورد بودیم بعد 7 ساله میت یاد میایه 6 ساله 7 ساله بودم که ما به می چشمه می آمدیم و شوا میستادیم، میرفتیم به اون چشمی بالا شوا میستادیم. بازی بود که کلان شدیم، مرد شدیم، 2 تا 3 تا خر به جلوی خود میکردیم، میرفتیم از اون سنگای سفید ما هیزم میکردیم، میامدیم شو به چشمه میستادیم، صبح حرکت میکردیم میرفتیم به خانه. بسیار خوب، بسیار خوب. خداوند شما رو توفیق بده که تا زنده ایم، تا با قوت با انرژی به می کوه بالا شیم. این یک ورزشی هم هست که به وجودم فایده داره. خیلی خب خوشحال شده وقت شما نمیگین چون نون شما شاید آماده باشه. بخیر شما میتونید خود ما بریم. قربان شما سلامت باشین. قربان شما. تشکر از شما. دوستای نازنین، از برنامه باغ سبز کانال هرات برگ سابسکرایب کنیم، شیر کنیم، لایک کنیم. دوستای نازنین، به فرمایش شما کسایی که به کشورهای خارجیم خواهش کردین که بریم به چشمی اوبه. ما خواهش شما رو بجا کردیم، فقط همین لایک حیات شما نره، سابسکرایب حیات شما نره، همراه ما باشید. دوستای نازنین، طوری که پیشتر گفتم ما داخل چشمی اوبه هستیم. بسیار یک جای زیبای جالب دیدنیه که اگر بگم 2 کیلومتر می کوه فاصله داره تا به زمین واقعا داره. جوانایی هستم که اینجا آمدم فکر کنم به میله باشه. من لالا آقای کامرامین ما پیشیم مونده نباشیم دوستا، مونده نباشیم. صحت شما خوبه؟ تشکر، زنده باشید، خوش اومدید. قربان شما، سلامت باشیم. نام شریف شما؟ احمد. خب لالا جان گپ بزنیم دوستا شما نام؟ دوستا و رفیقان بیامدیم به چشمه به تفریح. خب حال دیگه میشوریم، این دیگه پخته کردیم یا حال از این بعد ما این دیگه پخته کردیم، نوشی جان کردیم. بدون شما جای شما خیلی راست میگیم، جا ما هم خیلی بینندای عزیز، جا شما هم بسیار خیلی باشه. چی جور کرده بدین؟ آبگوشت کردیم. خب شوروا وطنی. بله. بسیار خوب. چند نفر به زیدک شریک بدیم؟ 6 نفر بدیم. 6 نفر. بله. خب اندیولی جمع کردیم؟ اندیولی جمع کردیم. بله. کدک شما کدک کلونیه، چرا اندیولی جمع کردیم؟ چه 6 نفر کم نیه؟ دیگه تو 6 تا دوستا بودیم، خودم بیاوردیم دیگه. دیگه هم اندازه 6 نفر خو می آوردیم. دیگه هم تو دیگه داشتیم به خانه که بیاوردیم ما. راست میگی. خب از کجا بیامدیم؟ ما از بازار آمدیم. آها، پس ازم اوبیم دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر برای شما امروز خوش تیر شد؟ خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. هم امنیت هم به تفریح آمدیم، خیلی خوش گذشت. خیلی خوشحالیم. به هر ماه چند پیره به اینجا میاییم؟ به هر ماه 1 پیره 2 پیره تو که دیق میشه از بازار میام به چشمه میام به تفریح. بسیار خوب. امیر بگین که بعضا جوانا که به منجی به میله میایم، مثلا یا خربزه یا اندونه یا انگور خود میارم، همین خربزه اندونه که قاش میکنم به داخل می گلار شما نگاه بکنیم میشته مقبول زیبا، اینا رو پرتو میدم. به نظری شما کار خوبیه. نظافت جزئی از ایمانه، بعد نظافت بسیار مورد کنیم. اگر اینجا ما شما اوش نکنیم، اینجا یعنی جایی که باشه ابی درخت و همین نظافت ما اوش کی اوش میکنه؟
راست. این خانه مانه، منطقه مانه، جای مانه باید دوش کنیم برای ما شما نکنیم کیوش میکنین اینجا. راست. نظافت که خیلی خوبه، بعد نظافت داشته بشه آدم، بعد نظافت بکنه. بسیار خب، راست میگین دوستای نازنین. کسایی که شما به میله میان غیر از اینجا هر جا که هسته همیشه نظافت مراعات کنیم. نظافت خیلی چیز خوبیه. خب صوفی صاحب ایر بگیم که همین شوروا امرو بیترتر بوده کیفیت دیش یا شوروایی که به خونه پخته میکنن؟ این شوربا واقعا خیلی هم با کیفیت تر بود، هم با لذیذ تر بود، خیلی مزه داد. اینجا بهتره که به بیله میای خیلی خوبه، خیلی خوب رقم میافته. راست میگیم. علت چیه که می شوروایی که بیبیم پخته میکنم مزه شلغم نمیده؟ خیلی مزه بهتر میده. اصلا من فکر میکنم تو حال من عمر خود شوروایی که دست بیبی خو خورد مزه او نداده. چیه؟ او گوزه شوربا شلغم جور نمیکنه، شما شوربا گوشت جور میکنه دیگه. او هم گوشت میستونین، گوشت می تشکات میگم چی میگم میارم این دست بیبی من فکر کنم نمیده نشیو به دک مندازه. نمیبینه. بس نمیبینه دو خاطر پاک نمیشیرون. بسیار خوب، خوشحال شدیم از دیدن شما. ما خوشحال شدیم. تشکر. موفق و سرفراز باشید. زنده باشیم. دوستای نازنین برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. ما داخل چشمه اوبی هستیم. مونده نباشیم خوب باشیم. ما بیام می وسط شما میگه بشینم. بسیار بسیار مونده نباشیم. صحت شما خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشین، زنده باشیم. نام شریف شما؟ نام شریف ما برجان. خب بسیار خوب. این دک فش میکنه دیگه. اینا هم نون خشکه، این هم کاسی خیلیه. او خورجین هم نمیفهم دوغ داره یا شکم بگو داره بالاخره. دک چی داره؟ دیگه حتما یک نرمه مرمه گوشت موشت چیزی داره دیگه. قطع بگیم مال خیره باشه. جلو دوربین که میگیم کار بکنی که ما سردگه وا کنیم افشا نشه. میتونیم مثلا سردگه را وا کنیم. چند سیر کم 1 کیلوه؟ دیگه والا شاید یک دو سیری کم 1 کیلو باشه. خب چند نفر آمدیم میله؟ 5 نفر. خب 5 نفر. بیننده‌های عزیز خیلی جالبه که ما دوستایی که اونجا پرسان کردیم 6 نفر بودم دیگه اینا اندازه چی بگم اندازه اوز چرسی بود که همین کهریز داخل از او بریزیم همین باور کنه اگه دک پرشه. خب شما 5 نفرین، شما مگه 2 لیتر می آوردیم، این 40 لیتر به چی کار آوردیم؟ شما رو زور نداد؟ ما یک دفعه بوش دیگه بیاردیم دیگه. یک دفعه بیاردیم. شوروا شما پخته کردیم؟ بله. خب شوروا چی تیار میشه اگه شما آشپزیم؟ بالاخره آشپز خونیم خوبیم دیگه. شوروا چی تیار میشه؟ از چی تیار میشه؟ از گوشت تیار میشه دیگه. از گوشت بندازی، باید روب بندازی، دیگه پیازی بندازی، روغن بندازی، یک چیز میسی بندازی. داخل گوشتم روغن میندازم. خب دیگه اگر گوشت که چیزی نداشته شد اون نداشته شد دیگه چیکار کنیم؟ دیگه در کنار از اینا که وطنی شوروا وطنی. شوروا وطنی دیگه نمیفهم. چی ده الله دیگه چیه؟ خیرت پرتا که میندازیم. دیگه چیزی ننداختیم. دیگه چیزی ننداختیم. ادویه، گشنیز، فلفل. این چیزا والا ننداختیم. نه. این شوروا شما به درد عمه میخوره. خوبه دیگه. یعنی اینا بی‌طرف به نظر شما آدم یک پخشاب سبزی بیاره پیش کنه. اگه سبزی بیاره خب بی‌طرف دیگه. بالاخره باز همینا رو بیاردیم خوبه. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. گپ بزنیم برارم که چی وظیفه داریم. خونه به کجای داخل بازار روبیم یا بریم؟ به سراپرده میشینیم. شغل خود ما چاکنیه. به سراپرده؟ بله. تو با یک قلیه؟ بله. یک قلیه اینه. بس سراپرده میگم. بله. خب چرا مثلا نور سراپرده میگم؟ دیگه نمیفهمم دیگه این کالا نه اسم وقتش سراپرده قصر سنم باز میگه. ماشاءالله. همونجا میشین. به کل گپا شما هم شیخیه. چیکار کنیم؟ نمیته. باید چاربیتی بخونیم. والا چاربیتی یاد ندارم. یاد ندارین؟ نه والا. لقمه زده یاد دارین؟ همین کم. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. زنده باشید. برین چاشت خود شما. زنده باشید. ممنون. شما چاش بمونید. تیک ما آماده شما بمونید. تیار باشین. گردنم ببندم این شوروا شما اگه مر بشه. از زور که من راه رفتم.
لالا نصرالله جان گپ بزنیم از کجا هست؟ از ولسوالی اوبه. از اوبیم. ایت ضعیف گپ میزنیم البته نون نخوردیم. نون خورده نه تا حالا نون. این پیکنیک چه حال میجوشه؟ پیکنیک شوروا داره داخله. شوروا شما نون خوردین با شوروا داره اینا رو به کی نگاه می‌دارید؟ از این بعد نون میخوریم. تا نون نخوردیم. خب کوک میگم نون خوردین؟ نخوردیم نون تا حالا. نون دیشب شما میگید. دیشب می صبح میگیم. صبحانه. خب چند نفرن دیواله؟ ما 8 نفریم. 8 نفر. بله. این دوستا خودی خوب بس ساختم از شما بیشتر اندیولی جمع کردم. نه اندیولی. رازی هستیم. رازی هستیم بله. نفر چند شما هستن؟ تا حالا جمع نکردیم دیگه ببینیم. نفر 2.5 ساعت از این بازار رو بی تا به اینجا 2.5 ساعت مصرف داره. مصرف داره بله. 40 روپیه گوشت میخریم 20 روپیه هم پیاز کچالو میشه. گوشت گیرونه. خب دیگه چیز دونیم هم 15 روپیه هم بادوما و تخمه شما دیگه اینا. بیشتر میشه. نفر 2.5 ساعت 2000 میشه خرج کردم. شما تقریبا خور بگیرین. درسته؟ بله. حالا اگه پول به زیادی بیام حق شما را هر کس بخوره نه ایت انگار کنه کمی کور چاپ کرده. درسته؟ بله خیر. بسیار خوب. به هر ماه چند مرتبه به این منطقه میایم به میله؟ ما تقریبا بعد 2 ماه یک دفعه میاییم. بعد 2 ماه. بله. خب از کی تا به کی میایم؟ شب هم اینجا میمونیم؟ گرمی باشه شو هم میمونیم بله. خب خونگی اینجا تاب نمیشه. نمیشه نه تاب نمیشه. خب گرمی کو بدتر کن میشه آدم اینجا پشان کو بوجی بسته. هوا سرد اینجا خوبه. هوا سرد نمیشه. هوا سرد. بله. چقدر لذت میبرین؟ خیلی لذت میبریم. اینجا بیتره به نظری شما یا مثلا بریم سرزمین ها داخل اوبه؟ نه اینجا بیتره بچه. تفریح میشه دیگه به خاطر تفریح میشه یک 2 ماه یک دفعه می تفریح میشه. خب از این دوستایی که پهل شما هم کدوم اگه اولادای؟ نمیاد تو اولادای. ماشاءالله. چند خانم داریم؟ یک خانم. نه 2 ساعت هم آخرم یک عروسی کردیم. عروسی خور یاد میدین که شوروا بود یا کچری؟ کچری بود بله. پلو بود. پلو. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. اگه شب خود ما نمیریم خوشحال میشیم. شما بفرمایید خوشحال میشیم باشیم خود ما. زنده باشیم. اگه من میفهمم بیننده‌های عزیز همین لالای که امروز خود ما صحبت میکنه از همین مله آمدن خب پیش ایمونه. واقعیت به شما بگم. چون به خاطر از که اینا میگن ما 2.5 ساعت پول دادیم همه 2.5 ساعت اینا یک ما خرج اینا بود.